اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، آیا بوسه کردن شرمگاه زن درست است و یا جایز است؟ السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، جنبه علمی این موضوع ناروشن را با دلیل‌های علمی و شرعی پیشکشتان می‌گردانیم. در شریعت اسلامی این موضوع را با وجه الاستمتاع اشاره می‌کنند، یعنی خواهشات، احساسات و یا طلبات شهوانی بین زن و مرد را در نظر دارد. اینجا یک مسئله نازک را اشاره می‌کنیم که همبستری با همسر خویش در 5 حالت حرام است. یکم، رسیدن در دبور زن. دبور گفته قفای زن را و یا از مخرج قفا استفاده بردن زن را در نظر دارد. دوم، در حالت حیض قرابت کردن زن را هم در نظر دارد. حیض آن است که زن هر یک ماه یک مرتبه به این بیماری دچار می شود. پس در این حالت بیماری یکجا شدن با زن قطعاً منع و حرام است. سیوم، در هنگام نفاس گفته بیماری را میگویند که زن پس از تولد کودک تا مدت 40 روز میبیند. در این حالت هم نزدیک شدن البته منع و یا نادرست است. چهارم، در حالت روزدار بودن زن در ماه مبارک رمضان هم بستری منع است. اینجا شب را در نظر داشته نشده است، بلکه تنها حالت روزداری را در نظر دارد. پنجم، در حالت حج فرضی و یا عمره، یعنی در این دو حالت که حالت احرام است، نزدیکی با همسر منع است. اکنون می‌آییم سر مسئله اساسی که همبستری با همسر خویش البته به هر نوعی که باشد البته مباح است. در پایان مفصلتر بیان کرده می شود. الله در سوره بقره آیت 223 بیان میکند که زنهایتان کشتزار شمایند، پس به کشتزار خود به هر نوعی که خواهید بیایید. سبب نزول این آیت این بود که مردم یهود با زنهای خود از قفای زن استفاده می بردند. پس این آیت نازل گشت. ابن عباس میگوید مراد از فعت و شیت اینجا آمده و خاص نه از پس زن بلکه از پیش زن. مقصد اینجا موضع الولد، یعنی مقام تولد کودک است. ابن عابدین حنفی در کتاب رد المختار می نویسد ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه از خود ابو حنیفه درباره مرد که فرج زنش را محض می کند و زن باشد از شوهرش را دست می کند تا اینکه شهوتشان بیدار شود، پرسید که آیا اینجا یگان ممانعت یا ناخوبی را می بینی؟ ابو حنیفه گفت نه، هیچ باکی ندارد، بلکه اجر و پاداش عظیمی است. در کتاب مواهیل اول جلیل شهر مختصر اول خلیل می نویسد که کراهیت این کار از نظر طب است، نه از نظر علم. اما اصل مسئله مکروه نیست بلکه مباح است و به طبیعت انسانی واگذار شده است. از امام مالک روایت شده است که نظر کردن در حالت جماع به عورت زن هیچ باکی ندارد. حتی در روایت اضافه کردند که و یلحس باللسانه، و با زبان هم او را مالش دهد باکی ندارد. امام خازی در کتاب الجامع می نویسد که بوسه کردن فرج زن پیش از همبستری جایز است و بعد از آن مکروه است. اینجا بعد از همبستری بوسه کردن مکروه است به آن خاطر که علکه نجاست پدید می آید. اینجا دلیل حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا ضرر و لا ضرار، روایت ابن ماجه. اینجا یک نقطه مهم رو باید در نظر داشت که همبستری با همسر باید در چهارچوبه اخلاق حمیده و رفتار اسلامی باید صورت بگیرد. اما تقلید از همبستری مردم غرب البته ضد فطرت انسانی و عکس اخلاق حمیده می باشد. از این رو پاکی و نظافت هم چی در همبستری و چی در زندگی این نقش مهم تربیه انسانی را می بازد. آنچه که الله می فرماید به درستی که الله توبه کنندگان را دوست می دارد و پاکان را نیز دوست می دارد. سوره بقره آیت 222. پس از این آیت برمی آید که ما و شما در تمام امور زندگی باید توبه کننده و پاکدامن باشیم. در این رساله خردکک علمی لحظه با شما بودم. باقی تن صحت و خوب رفتار باشید. السلام علیکم و رحمت الله.